افراد کم حوصله، اونایی که دوست دارن در کمترین زمان همیشه بیشترین بازدهی ها رو داشته باشن. یه تمرین صدا سازی آوردم براتون که همینجوری که دارید کارهای روزانه‌تون رو انجام میدید میتونید اون رو انجام بدید. نه نیاز به زمان داره و نه نیاز به ابزار داره. این تمرین صدا سازی با حرف میم هستش، فقط با حرف میم و با این حرف ما صدا تولید میکنیم. فقط 2 نکته رو حین این تمرین باید رعایت کنیم. 1، ما فقط لبهامون رو روی هم قرار میدیم. در واقع از داخل دندانهای ما از هم فاصله داره و روی هم قرار نمیگیرن. انگار که یه چیزی مثل یه توپ پینگ پونگ یا یه همچین چیزی توی دهان ما قرار داره. 2، صدایی که تولید میکنیم باید بدیم به سمت بالا اون صدا رو، نباید اون رو به سمت گلو هدایت کنیم. بیاین یه بار با هم انجامش بدیم. روزانه 5 دقیقه اون رو انجام بدید و نتیجهش رو ببینید.